экономическое развитие. И на этой основе повышение уровня качества ставления последних выступлений. Данный окно позволяет нам обязательно достаточно много полезной аналитической информации. شما یک از مؤلفانی گزارش برنامه رشد سازمان ملل متحد در مورد رشد انسان در تاجیکستان بوده و ما میخوام بگم که در سال که گذشت تاجیکستان در عرصه رشد انسان چقدر پیشرفت‌ها داشت خیلی با دیگر کشورها. البته پیشروی جای دارد. از روی معلوماتی که ما حساب کردیم از روی معلوماتی که در معرضه این گذر پیشنهاد شده تاجیکستان در سال از روی معلومات‌های سال 2013 نسبت به سال 2012 در رتبه دولت‌های سازمان ملل متحد از روی شاخص رشد اقتصادی یک زینه بلند گردید و از روی یکی از قسم‌های اساسی همین شاخص کمبزاعتی همه‌طرفه تاجیکستان از در گروهی که جایگیر دارد کمبزاعتی ها نسبت به دولت‌های عمومی میانه بستر می‌باشد. آماری هست که میگوید که در سطح بیکاری در تاجیکستان همگی بیشتر از 2% است. لیکن بسیاری ها به درستی همین آمار شک دارند و میپندارند که آن واقعیت را انعکاس نمی‌کند. چرا همین گونه بحث و گمان‌ها در نسبت همین آمار با وجود می‌آید به نظرتان؟ عمیق است. برای که آن سطح بیکاری که کمیته امور دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان معین می‌کند در اساس معلومات‌های پیشنهاد کرده در اساس معلومات‌های حساب کرده می‌شود که از طرف مرکزهای شغل اهالی پیشنهاد کرده می‌شود. نه همه شخصانی که در عین حال بیکار میباشند با این مقررات‌ها مراجعت میکنند. در اصل معلومات ندارند که آنها میتوانند در اینجا مراجعت کرده به خیر گیرند. از همین سبب معلومات‌هایی که کمیته امور دولتی پیشنهاد میکند در حقیقت نسبت به معلومات‌های در اصل بوده فرق میکند. این قانون را باید رعایت کرد. کمیته دولتی امور نمیتواند برای در حقیقت معین کردن مشاهده مخصوص گذرانده روزانه در سطح بیکاری. یعنی علاهیده پرسش گذراننده بین مردم و بعدا میشه معلوم کرد سطح بیکاری. البته بهتر میشه. در حال حاضر استاد من پرسیده بودم در تاجیکستان یگان مرتبه همین خیلی پژوهش گذرانده شده است یعنی برای معلوم کردن سطح واقعی بیکاری در تاجیکستان. معلومات مشاهده گذرانده میشه. مشاهده من معلوماتی که در این حال در اینجا پیشنهاد شدم معلومات سال 2008-2009 میباشند. لیکن این کم است در دائمی گذرانده لازم تا که حرکت ارباب نهایت با سرعت است. خصوصا در اون لحظه که عین حال تاجیکستان جای دارد در اساس بحران‌هایی که در عین حال پایدار شده است. تشکر استاد.